سختترین مصیبت ها و بلاها را خداوند بالای انبیا آورده. پیغمبران خداوند بسیار امتحان گرفته. هر یک آدم چینی همه ایمانش امتحانش بگیره. هر کس دعوا کنه خداوند چینی همون دعواش بشیره او را امتحان میگیره. و میگه هر در محبت هر که او دعوا کنه 100,000 امتحان بر وی کند، گر بود صادق کشد بار جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. اگر بنده کاذب باشد در را میگه ای خدا من ایتا کردی، خدا تو من نکردی، شکایت میکنه. دیگه باید شکایت نکنه. حضرت ایوب علیه السلام خداوند 18 سال بیمارش کرد. 16 تا بچه‌ش در پیش چشمش یک تا خداوند گرفت. غلام ها داشت، بای بود، همین ثروت، همه ثروتاش ای دستش گرفت خداوند. همین شیطان گفت که ایرا گفت چی فرزند بسیارش داده، به خاطر این فرزنداش را ای الله عبادتت میکنم. خداوند گفت که شیطان که همین فرزنداشم که بگیرم یا عبادت من یک طرفت العین، یعنی چی چشم نمیپوشم. بچه‌هاش یک تا در پیش چشمش گرفته که با عبادت زایتر کرد. حضرت ایوب علیه السلام بگو ایرا پول مالش داده برای همین یگانه ایتر اگه جایی عبادت میکنه. پول مالش هم گرفتن، غلاماش یک تا از این جدا شدن دیگه. همه برآمدن ای پیش ایوب علیه السلام رفتن، خودش مونده هم کمکیرش مونده دیگه، هیچ کنه نموند دیگه. و خداوند بیماری را برای حضرت ایوب علیه السلام آورد که در بدنش یک کسری بوینا پیدا شد، بردن از شهر بیرونش کردن. ای شهر بگیم در یک جای مصرخانه چه گرفتن؟ او تنی ساعت ای پروردگار برای تو همین عبادت میکنه. باز خداوند تنی ساعت هم گرفتن، بیمارش کرد حضرت ایوب علیه السلام. و چی؟ همینجا با عبادت کردن گرفت. همین زنش کار میکرد و برای حضرت ایوب علیه السلام میآورد. چی کار میکرد؟ تمامش آماده میکرد. یک روز کار نیافت، یک روز زنش کار نیافت، یک روز زنش کار نیافت. رفت چی کار کرد؟ رفت میگه همین یک کاکل شبریده، یک کاکل شبریده. زنی ایوب علیه السلام یک کاکل شبریده که فروختن، یک کاکل شبریده که فروختن. بعد حضرت ایوب علیه السلام بگه آمد که تمام آماده کردگی. گوی تمام ایوجا آماده که گفت که یک کاکلش نیسته. و گفت که ای مردک چیکار کردی؟ و امی یک کاکل ما بریدم کار نیافتم، ای پیغمبر خدا، یعنی امی کاکل ما بریدم و فروختم برای تو ای پیغمبر خدا تمام راسته کردم. و حضرت ایوب علیه السلام ناموسش آمد گفت ربی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. گفت پروردگارا گفت من مصیبت رسیده تو حالم که ارحم الراحمینی. حضرت ایوب علیه السلام یعنی آمد در این حالت قرار گرفت که پروردگارا گفت من مصیبتم رسیده و حالم که ارحم الراحمینی. که در این حالت دید که کاکلش زنش یک کاکلش بریده گیت. و در این حالت چیکار کرد؟ حضرت ایوب علیه السلام خدا گفت که همین چشمه ده اکا بازی کن. آوازی که زنش کارکوی رفته بود برای این آنو تهیه کنه. آمد که یک صورت مردی زیبا حضرت ایوب علیه السلام صورتی جوان داد. و کمی تا کاف زنش ایجا کاف اوجا کاف. گو چی میکوی حضرت ایوب علیه؟ گوی همین یک کسلی داشتم. گو همین کسلی با من مانند بود، بسیار گو با تو مانند بود. گو همون کسلید منم گفت. و زنش در آغوش گرفت شد. گو انتحام ما تمام شد. گفت انتحام ما انتها رسید. حضرت ایوب علیه السلام 18 سال به خداوند گفت مولات از جنت بگردانم به تو. نه گفت فرزندات بگردانم به تو. نه گفت. گفت چی میخوای؟ گفت همین خیلی که میخوام زندگی، همین خیلی زندگی کنم. این دنیا انتحامه، این انتحام میگیره. دوستاش خدا به هر چی انتحام میگیره. حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در تاریخ ببینیم یک آدم مانند پیغمبر مصیبت یافتگی دیدگی نیست. و دنیا آمد روی پدر دیدگی نمود. در 6 سالگی ای مادرش جداش کرد خداوند. تا 8 سالگیش در چی بود؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همین چی بودن؟ در یعنی تا 8 سالگیش در خدمت باباشون بودن. و عمهشون ابو طالب پیغمبر از سرپرستیش گرفتن. تا زنده بودن پیغمبر در عذاب بودن، در مشقت بودن. دایم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه تنها می نشستن، می ایستادن، نگاه میکردن که چی گپی در دنیا.
مصیبت میگه اگر شما نظر کنید با مصیبت پیغمبر یگان مصیبت برابر نمیشه. حتی شکانبای پری نجاست در گردنش بار کردن در مکه سرش برداشتن نتوانست پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم. حتی ببینیم عبدالرحمن حتی عبدالله ابن مسعود میگه که میگه من اونجا بدم شکانبای پری نجاست از گردن پیغمبر دور کردن نتوانستم. ای گردن پیغمبر شکمی پر نجاست میگه دور کردن نتوانستم. میگه ناگهان میگه فاطمه زهرا آمد میگه ناگهان آمد همون شکانبای پری نجاست از گردن پیغمبر گرفت. پیغمبر میخواد دستاش میگه برداشت گو الله من عاجزم تو عاجز نیستی خدای اینا رو حواله به تو میکنم. همونایی که در همین نقش داشتن همشون یکایک در بدر کشته شدن. همین خیلی خدا دوست داشتن امتحان میگیره مصیبت ها را میاره و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. میگه خدا به خیر و شر شما را امتحان میگیرم تنمون سعادت میکنم بیمارمون میکنم الله دوستمون میداره. همین بیمار پیغمبر میگه مجبور نکنین طعامش نتین. میگه برای چی؟ او در مهمانی خدای. همین خیلی آدم تا 3 روز تا 4 روز طعام نمیخورن یکی گوشت نیسته او در مهمانی خداوند او بیمار. دیگه هر مصیبتی که به سر ما میاره او خیره به خدا قسم. در ظاهر ما میبینیم الخیر فی ما وقع. پیغمبر میگه خیر در آن چه که واقع میشوه. بیمارمون میکنه نمیفورمون لیکن بیماری برای ما خوبه. هر مونم سعادت میکنه او هم خیره. خدا میگه و نبلوکم بالشر والخیر فتنه یعنی فتنه امتحانا ما را امتحان میگیره ثم الینا ترجعون. بعد از آن همه شما به سوی من میگردید. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه روز سینی اصحاب گفت کیف اصبحتم همین چیزی که مبارک شون خطی گفت کیف اصبحتم چه خیلی همین شب روز کردین؟ گفتن اصبحنا ایمان بالله. گفتن ایمانی به خدا قطعی همین شب روز کردیم. پیغمبر خدا گفت ما علامت ایمانکم. علامت ایمان شما چه که میگن همین شب ما با ایمان روز کردیم؟ و اینا گفتن که نصبر علی البلا و نشکر علی النعما و نرضا بالقضا. اینا گفتن صحابه که ما به بلاهای خدا مصیبت‌های خدا صبر میکنیم و نعمت‌های خدا را شکرگزاری میکنیم و به حکم خدا راضییم. و پیغمبر چلی که مبارک شونه به سوی کعبه اشاره کن بر بالکعبه گفت. به کعبه هم قسم خورده نمیشه یا به قرآن هم قسم خورده نمیشه. بر بالکعبه گفت و پروردگار کعبه که انتم مومنین حق شما مومنای حقیقی. مومنای حقیقی چیکار میکنن؟ صبر میکنن. در چی؟ در مصیبت ها. در مصیبت ها صبر میکنن. در نعمت ها شکرگزاری میکنن. یعنی چی؟ به حکم خدا راضیان. به حکم خدا چی ان؟ راضیان. برای همین در حدیث قدسی خدا میگه که من لم یصبر بالبلاء و لم یشکر علی النعماء و لم یرضى بالقضاء فلیخرج من فوق الارض و تحت السماء لیطلب ربا سواه. خدا در حدیث قدسی چی میگه؟ ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به بندگان من کسانی که بر بلاهای من صبر نمیکنن و به چی؟ به نعمتهای من شکرگزاری نمیکنن و به حکم من راضی نیستن بگوشون از روی زمین من از تحت آسمان من ببرن خدای دیگه طلب کنن. کجا میبرای دیگه؟ کجا میبرای؟ باید به یسلم و تسلیما باید باشیم. ما تسلیم باشیم. فرزندمون میگیره باید راضی باشیم. بگیم خدای امیر تو دادی به ما گرفتی. جانمون میگیره یه روز. جانمون میگیره. همه قیمتترین چیز در وجود انسان چیه؟ جان. سعدی میگه تن آدمین بزرگ است با جان آدمیت. نه همان لباسی زیباست نشان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر ماندی که فرشته راه ندارد به مقام آدمیت. جانمون بگیره چی؟ جانمون بگیره. این نعمت‌هایی که یا در ظاهر ما میبینیم اینا نعمت هم به خدا قسم. این مصیبت ها نه یا نعمت هم به ما. خدا به هر چی ما را امتحان میکنه. حتی پیغمبر خدا همون خارگو در پای مومن میزنه به سبب همون خدا گناهاش یعنی نس میکنه ای دنیا میره پاک میره. خدا کسی را دوست بگیره دوستش بداره اونا را امتحان میگیره. خدا هم میگه در قرآن عظیم شان که استعیذ بالله الف لام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدا میگه کسانی که میگن خداوند میگه که کسانی که گمان میکنه که ما ایمان به خدا و ایمان به خدا آوردیم
آیا خدا میگه من اینا را امتحان نمیگیرم؟ حتما اینا را امتحان میگیرم. خدا میگه هر آینه بندگان صادق من ای بندگان کاذبم یعنی جدا میکنم. یا خیلی آدم همین شکایت میکنه، این یک کریم کرد خدا. میگه اگر پیغمبر خدا یک از زندگی شکایت کنه، نعوذ بالله ای خدا شکایت کنه. خدا در کدام حالتی که ما را خراب میته باید ما راضی باشیم. بگه می الله به حکم تو ما راضییم، هر چی که بالای ما میاری ما یا الله راضییم. انا من رب راضی و انا من رب راضی گفت. ابوبکر صدیق 400,000 دینارش میگه آورد داد. همین یک چادرش مونده بود، یک چادرش، همون چادر در خیچه پیچوندگی بود، یک چادر در خیچه پیچوندگی بود. بعد آمدن، بعد جبرائیل آمد سلامش داد، گفت به ابوبکر بر سلام برسون، برای ابوبکر سلام برسون. بعد جبرائیل آمد پیغمبر خدا را گفت که من ربک سلام. بعد حضرت پیغمبر خدا جبرائیل حضرت ابوبکر گفت که پسین پیغمبر لک سلام علی جبرائیل سلام، الله و سلام گفت. گفت که خدا میگه که همین 400,000 دینار شداده یک چادر در خیچه پیچوندگی کم بغلی در قرار داره. آیا بگوش که ای من راضیه یا راضی نیستی؟ آیا راضیه یا راضی نیستی؟ ابوبکر ایجاش خست وان من رب راضی وان من رب راضی گفت از پروردگارم راضیم. بعد گفت خداوند که ود سوف یرضا، زود است که در جنت ایرما راضیش میگردانم. زود است که ابوبکر در جنت راضیش میگردانم. ما در همه کار باید راضی باشیم و الله ما را در جنت راضیمون میگردونه. میگه در همه کارهای بنده من استوار ایستادن، من بنده ها من راضی میگردانم. مصیبت ها را بر سرشون آوردم، بلاها را آوردم، دردها را آوردم، یگام جا شکایت نکردن که ما بیماریم، نگفتن ما مویم بخواه من راضی بدن. اینا را میگه خدا زود است که من در جنت اینا را راضیشو میگردانم. رمی برادرانی عزیز، به حکم خدا باید ما و شما راضی باشیم. هر چی که به سرمون میاره باید ما راضی باشیم. بگیم ای الله هر چی بالای ما میاری ما راضییم. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. میگه خدا نه به خیر و شر من شما را فتنه یعنی امتحان میگیرم، ثم الینا ترجعون. بازگشت همه ما شما چه به سوی الله عزوجل. برای می دعا میکنیم که پروردگارا اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه والحقنا بالصالحین الذين یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار گذشتگان بابای رئیس پروردگار گذشتگانشون رحمت کنه، جاهاشون جنت بگرم. با خواندگان خاندانش که در قید حیات هستند علل خودشان خداوند از تمامی بلاهای آخر زمان ای فتنه‌های آخر زمان در پناه اسمتی خودش نگهبان باشه. اللهم احفظنا یا فیاض من جمیع البلاء والامراض بفضلك و کرمك یا اکرم اکرمین و یا خیر الناصرین و صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خدا نگهبانتون باشه.